لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران خانه الله، مکه مکرمه، حرمین شریفین، تاریخ پر افتخار توحید. از اولین روز بنای اولین خانه‌ای که برای عبادت الله متعال بر روی زمین ساخته شد تا تاریخ ابراهیم خلیل الله و اسماعیل ذبیح الله علیهم السلام که تجدید بنا کردن کعبه مشرفه رو و تا به فرزند نازنین و بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همین گونه تا حج اون حضرت علیه السلام و تا به امروز تاریخ پرفراز و نشیبی که همچنان ادامه خواهد داشت برای وصل کردن حلقه های مسیر توحید از آدم علیه السلام تا آخرین انسانی که روی زمین زندگی خواهد کرد قبل از برپایی قیامت. در این برنامه هم به همراه شما عزیزان الله رو شاکریم که یک بار دیگر این توفیق رو نصیب کرد تا در کنار رکن پنجم همزمان و همراه با برگزاری و آمادگی برای احیای پنجمین رکن دین مبین اسلام در سالی که داریم سپری میکنیم، حج بیت الله الحرام، همگام با حجاج بیت الله الحرام همراه با شما عزیزان ما هم این مسیر رو پی خواهیم گرفت و همچنان با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رکن پنجم در موضوع حج، در موضوعی که کمتر دربارش صحبت کردیم و کمتر فرصت شده که ما و شما حق این مطلب رو اونگونه‌ای که شایسته مقامش است و اهمیتش است به عنوان پنجمین رکن دین مبین اسلام بهش بپردازیم. هدف ما هم در این مجموعه برنامه ها و در این روزها این هست که به این عبادت عظیم بیشتر توجه کنیم، قدرش رو بیشتر بدونیم، حجمش رو بیشتر درک کنیم و به دنبال درس ها و برنامه هایی باشیم که در زندگی میتونیم از حج برای خودمون مشخص و معین کنیم. در برنامه امروز به همراه جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز به همراه شما باز هم در مسیر کاروان حاجیان به سمت حج امسال همراه خواهیم شد. در مدرسه حج با این موضوع انشاءالله بحثی رو آغاز خواهیم کرد و صحبتی رو در مدتی که پیش رو داریم انشاءالله به همراه شما عزیزان حول این محور خواهیم داشت. من در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز عرض سلام دارم و خوش آمدگویی و خیر مقدم عرض میکنم حضورشون در استودیو. جناب دکتر خوش آمد. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و تک تک بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن در این سلسله برنامه‌های حج و من خیلی خوشحالم از اینی که میبینم امسال حال و هوای حج در به اصطلاح منطقه‌ای که ما زیر پوشش به اصطلاح شبکه جهانی وصال حق هست و بخصوص در ایران خیلی پررنگتر از همه سال هاست. با وجود اینی که به اصطلاح متاسفانه نمرودیان زمانه نگذاشتند که حاجیان ایرانی ابراهیموار به طرف خانه خدا
حرکت کنند و به ندای حضرت ابراهیم و پروردگارشون لبیک بگن. جالب اینجاست که همه ایران شوق حج رو داره، همه مردم مسائل حج و احکام حج و کلیپ های وصال حق و نمیدونم برنامه‌ای که در مورد حج هست و گفتنی های حج و درس ها اینا رو با هم دیگه تو موبایل هاشون پاس میدن، در فیسبوک ها، در هر جا حرف از حج هست، حرف از، یعنی سبحان الله همون حکایت که هر که با ما در افتاد بر افتاد. حالا هرچی اینا میخوان بیشتر به مردم ظلم کنن، مردم رو از حج بیگانه تر کنن، دور کنن به طرف نمیدونم قبرها و نمیدونم بت پرستی و اینو سوق بدن، به همین اندازه خداوند متعال به حج رو در دلهای مردم شیرین تر میکنه. به هر حال هر چیزی که من بشند ازش، حتی طاعت و عبادتی که مردم ازش باز داشته بشن، اون بیشتر لطافت خودش رو داره، شوق خودش رو داره. و انشاءالله ما هم در این برنامه ها همگام با این شوق و عاطفه جوشان مردم خودمون همراه هستیم تا انشاءالله بتونیم حج رو به خانه های مؤمنان ببریم. امید الله متعال در تایید کلام جناب دکتر جا داره که اشاره بکنیم به آیه 25 از سوره مبارکه حج که الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم. کسانی که کفر ورزیدن و من میکنن مردم رو از راه الله متعال که راه توحید است و از مسجد الحرام، کسانی که اجازه نمیدن مردم برای زیارت بیت الله الحرام مشرف بشن به این مکان مقدس، اون مکانی که الله متعال میفهمد اون رو ما برابر ساختیم برای اهل اون سرزمین در مکه مکرمه و برای کسانی که از اطراف او می آیند. به هر کسی که در این مکان مقدس مسجد الحرام مکه مکرمه اراده گناه بکنه از روی تعدی و تجاوز، نذقه من عذاب علیم، از عذاب دردناکی او رو خواهیم چشاند. این وعده الله متعال بدون شک روزی گریبانگیر ظالمانی که مردم رو از حج بیت الله الحرام منع میکنن خواهد شد. حج یک مدرسه است، حج یک دانشگاه است، حج درس ها داره برای ما، حج برای ما پندها داره، اندرزها داره، حج خیلی حرف ها برای گفتن داره برای ما و شما. امروز میخوایم به همراه شما در این برنامه و چند برنامه پیش رو با محوریت موضوع مدرسه حج به همراه شما عزیزان بیایم بشینیم پای درس حج، بیایم ببینیم که این مدرسه اگر انسان در این مدرسه ثبت نام بکنه، اون حاجی که احرام میپوشه، کفن میپوشه و سالها امیدواره که این افتخار نصیبش بشه تا در این مدرسه ثبت نام بکنه و کلاس های این مدرسه رو پشت سر بگذاره، در این فضا بیاد و درس یاد بگیره، ببینیم که حجاج بیت الله الحرام در این مدرسه به دنبال چی میگردن، چه چیزی رو کسب میکنن تا ما هم به همراه حجاج بیت الله الحرام از این درس ها استفاده بکنیم. وقتی که یک جایی درسی برقرار میشه، محتوای درس مهمتر از مکان درسه و میشه این درس رو همه جا یاد گرفت و همه جا ازش استفاده کرد. الان اگر ما شما در حج امسال نباشیم، اما درس ها هست، اما اون دین برای هم است، الله برای هم است و راه برای هم است و ما و شما هم میتونیم از این درس ها در زندگی استفاده بکنیم و تکرار حج در هر سال این درس ها رو برای ما تداعی میکنیم و برای کل امت اسلامی. جناب دکتر از درس حج و از مدرسه حج برام بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. یه چیزی که در حج خیلی چشمگیر هست اینه که اصلا کل حکایت حج چی هست؟ حکایت حج حکایت حضرت ابراهیم علیه السلام و خانواده حضرت ابراهیم. حالا در حج ما میبینیم که چی هست؟ کل موضوع یک نوع به هر حال زنده کردن اون حرکت ها، سکنات، نفس زدن، راه رفتن، شیوه نشست و برخاست ابراهیمی است.
از ابتدای امر که ما میاییم طواف میکنیم، طواف ابراهیمی، گام میذاریم بر جای پای ابراهیمی در کنار مقام ابراهیمی که به اصطلاح جای پای ابراهیم هست. بعد قصه زمزم میاد که اونم یادگار فرزند ابراهیم هست. بعد میاییم تو صفا و مروه. صفا و مروه اصلا نماد و زیبایی خاص خودشو داره. صفا و مروه از اول صفا تا مروه و بازگشتش در مسیر راه شما یک شخص رو میبینید، یک شخص پریشان، شیفته، امیدوار و خوف زده. هاجر عجیب زنی است. در قضیه صفا و مروه ما میاییم هاجروار گام میزنیم. جالب اینجاست که هاجر پیرزنی است و عمری ازش گذشته. چطور هاجر راه میره ما همونطور راه میریم. کجا هاجر یواش راه میره ما یواش راه میریم. کجا هاجر میدوه ما میدویم. چطور میدویم؟ مثل هاجر. یعنی حق نداریم که من پهلوون بیام دو میدانی سری برم. نه، اون پیرزن چطور نفس میزد، قدم میزد، میدوید، پیرزنانه باید دوید، هر ولک باید کرد. خب چند بار رفت؟ 7 بار. ما هم 7 بارش میریم. از کجا تا کجاش دوید؟ از همونجا تا همونجاش ما میدویم، جای دیگه نمیدویم. بقیهش چی هست؟ چشممون به کعبه است. هاجر چشمش به کعبه بود، ما هم چشممون به کعبه است. هاجر روی صفا وای میساد نگاه میکرد، روی مروه وای میساد نگاه میکرد به کعبه. ما هم وای میسیم نگاه میکنیم به کعبه. بعدش میایم رمع جمرات، همون حکایت ابراهیم علیه السلام و هاجر علیه السلام و اسماعیل. یعنی کل حج میخواد به ما بگه که جناب ابراهیم باش، آهای خانم هاجر باش، آهای جوون و نوجوون اسماعیل باش. عجیب حکایتی استاد سلیمانی عزیز، وقتی که به حج نگاه میکنی، حج عبادت فردی است یا جماعی؟ ظاهرش یعنی ترکیبی از هر دوتا به نظر میاد. آدم میمونه که ببین حساب بکنه فردی یا یک عبادت اجتماعی است. یعنی تلبیه حج رو من فرد گفتم، منهای فرد گفتیم، اومدیم یه جا جمع شدیم. خب ما در نماز هم جمع میشیم، میریم نماز جماعت. اما در نماز جماعت چی کار هست؟ یه امامی داریم که این امام میاد الله اکبر میگه، ما جمهور مسلمان ها پشت سر اون الله اکبر میگیم، تابع اونیم. در حج امامتی وجود نداره، هر کیو خودش. میریم رمی جمرات، ما اونجا کسی رو نداریم که بیاد اون افتتاح بکنه، اول بزنه ما پشت سرش. نه خیر، هر کیو خودش. در طواف هر کیو خودش، در مسعی هر کیو خودش، در عرفات هر کیو خودش. یعنی یه فرد هست. یه درس بسیار بزرگی است اینجا. و در به اصطلاح در تاریخمون ما حرفی که قرآن وقتی از ابراهیم حرف میزنه، از ابراهیم تنها حرف میزنه. یعنی ما اتباع ابراهیم رو به وضوح نداریم که بگیم ابراهیم یک گروه بزرگی به اصطلاح دعوت ابراهیم رو لبیک گفتن، با اون گروه ابراهیم دعوتش رو به پیش میبرد. برخلاف مثلا عیسی علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرآن هر جا رسول الله رو داریم صحابش رو داریم. محمد رسول الله والذین معه. اگر جهاد هست تنها محمد رسول الله نیست، محمد رسول الله والذین معه هست. در سخت‌ترین جاها محمد رسول الله والذین معه هست که بعد میاد میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. یعنی یک پروسه رو یک پیامبری با یک گروهی به پیش میبرن. و حکایت این گروه هم در کلام الله مجید در جاهای مختلفی به شکل‌های مختلفی تکرار میشه و به وضوح روشن هست که این پروسه
یک جمع هست. یک فرد رهبر و یک سری افرادش. حالا این سوال برای من پیش میاد که من فرد شاید در محیطی باشم که اون صحابه رو نداشته باشم. خب من میخوام که نقش محمد رسول الله رو داشته باشم، این وظیفه‌ام رو که خداوند متعال پیامبر رو برای من الگو قرار داد رو داشته باشم. اما والذین معه ندارم، من چیکار کنم؟ این حج میاد به من میگه که نه، هیچ غم نباش، اصلا پروسه ابراهیمی است. این جایی که محمد رسول الله و الذین معه بود، این حکایت استمرار اون برنامه ابراهیمی است. ما هم در دینمون، در فرامین دینیمون همیشه میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خودش رو امتداد دعوت ابراهیم معرفی میکنه. حتی ما در آیه کلام الله مجید خطاب رسول صلی الله علیه و سلم در سوره نحل داریم که متعال امر میفرماید که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و در دعا میگه ملت ابینا ابراهیم حنیفا. قرآن هم فرمود ملت ابیکم ابراهیم. قرآن هم به ما گفت ملت ابیکم ابراهیم. پس ما یک پروسه واحد داریم که از حضرت ابراهیم شروع شده تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون تجلی نهاییش هست، اکمال این پروژه است. الیوم اکملت لکم در اوجش هست و چهره کاملش هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، همون اسلام ابراهیمی است. اونم که جالبه که در همین عرفات و حجی که مرتبط به ابراهیم علیه السلام است در همون مکان کامل میشه. بعد ببینید الان در این حج من کی هستم؟ من یه فردم در یک محیط، یک سیلی از انبوه جمعیت. این جمعیت کیان؟ این جمعیت رنگای مختلف، فرهنگای مختلف، انسانهای مختلف، قد و هیکلهای مختلف، همه چیزش در بین این جمعیت من شبه بیگانم. خب من الان باید ابراهیم باشم، به این معنا که ابراهیم چی بود؟ خداوند متعال وقتی ابراهیم هم معرفی میفرماند ان ابراهیم کان امه. ابراهیم تک تنها یک ملت است، یک امت است. پس تو ای مؤمن در مسیر زندگی، حالا در اروپا هستی، در نمیدونم قلب تهران هستی، در فلان جا هستی، آقا دور من کسی من رو نمیفهمه، پدر و مادرم با من نیستن، جامعه با من نیست، من در بین مشرکان هستم، در بین بت پرستا هستم، در نمیدونم وسط هندم، در نمیدونم در وسط کمونیستای مسکو هم، هر جا هستی ابراهیم باش که توی تنها ای مؤمن امتی، توی تنها به تنهایی در این انبوه جمعیت تو حق نداری که بنالی که من چه کار کنم، کسی نیست، من کسی همراهی نمیکنه، کسی اصلا منو درک نمیکنه، کسی منو نمیفهمه، همه مخالف منن. بابا مخالف تو اند. ابراهیم در مقابلش کی رو داشت؟ یک نمرود بسیار وحشتناک. اون نمرود کسی بود که دیگه تشنه خون ابراهیم بود و سد راه دعوتش. ایمان ابراهیم اومد اون آتش نمرود رو چیکارش کرد؟ گلستانش کرد. آتش افتاد گلستان شد براش. ایمان یک فرد مؤمن میتونه همه اون به اصطلاح نقشه ها و توطئه‌های اطرافیان و دشمنان و نمرودیان رو بیاره بشکنه و بکنشش گلستان و خودش شاد و شنگول موفق و پیروز قدم بزنه حتی در اون لحظه های آتشین. خیلی زیباست که شاعر میگه که شبی به میکده خوش گفت پیر زنده دلی، شبی به میکده خوش گفت پیر زنده دلی، به هر زمانه خلیل است، به هر زمانه خلیل است و آتش نمرود. در هر زمانه ما آتش نمرود داریم و در مقابل هر آتش نمرودی توی فرد مؤمن باید خلیل باشی و هیچ این ببینید ما چقدر نقشه های و توطئه های استعمار هست، اشغالگران و دشمنان اسلام و همه
که این جمع ایمانی رو در هم بشکنن و خیلی جا موفق نمیتونن و خیلی جاهای موفقند که ما رو به جون هم میندازند بر اساس به اصطلاح اختلافات جغرافیایی و سیاسی و مرزبندی ها و نمیدونم قومگرایی ها و عادت ها و اینا در طول سال چقدر هزینه میکنن، زحمت میکنن، همه این نمرودها و همه شیطان ها. تا آخر سال خداوند متعال همه این مردم رو جمع میکنه در حج. کل اون توطئه ها ذوب میشه. شمایی که به اصطلاح تبعیض نژادی رو اونجا سرش به اصطلاح هزینه شد، اینجا اومدن همه ذوب شد. نمیدونم قومگرایی و فلانی همه اومدن در حج، معنا پیدا نکرد، همه شدیم یه تن. بعد در اینجا این روحیه ابراهیمی در ما دمیده شد که از اینجا برگردیم. حاجی وقتی برمیگرده از حج با خودش چی میاره؟ یه تبر ایمان که با این تبر تمام بت‌ها رو میشکنه، تمام بت‌ها رو. حالا این بت قومگرایی است. به ما گفتند که آقا شما پشتونید، شما فارسید، شما بلوچید، شما کردید، شما نمیدونم لورید، عربید، فلانید. این بت رو حاجی میره اولین کاری که میکنه اینو میشکنه. این کلا در وجود اون از بین رفت. این تو حج یاد گرفت. این تو حج این رو عملاً دیدش و باش ساخت، باش انس گرفت. در حالی که راه میرفت کنارم سیاهی هست، جلوم سفیدیه، این ور سرخی هست، این به زبان آفریقایی حرف میزنه، اون اروپایی هست، این نمیدونم از استرالیا اومده، اون از فلان جا اومده، این روسی هست، اون همه اینا ذوب شد. هممون یه زبان داشتیم، لبیک اللهم لبیک لبیک لا. همه قضیه توحید بود. صدا یک صدا، ندا یک ندا، حرف یک حرف. همه این رنگ و رنگار از بین رفت. برا ما اومدن ساختن که آقا شما افغانید، شما ایرانید، شما تاجیکید، شما نمیدونم ترکید، شما فلانید. آقا ما رو به جون هم انداختن. اومدیم این در حج کل این به اصطلاح حد و مرزهای سیاسی شکسته شد، بازیچه شد، خرد شد در دیدگاه ما که اینا رو پس دشمن ساخته که ما برادرها که در کنار هم هستیم ما رو با هم بیگانه کنه. در حج جالب است، میایی اون چیزی که استعمار و اشغالگر و نمرودها اومدن بت ساختن، ما رو با هم به جون هم انداختن. آقا شما عراقی هستید، شما ایرانی هستید، شما دشمن همید. شما افغان هستید، شما روس هستید، دشمن همید. شما نمیدونم فلان و فلان با هم دشمنید. اینجا اومدیم کنار همین و اون دشمن نمرود تونسته در بین ما پدرکشتگی هم بسازه. عزیزانمون دست یکی دیگرمون کشته شدن. اینجا اومدیم حج به ما میگه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج هیچ نه دعوایی هست، نه مجادله‌ای هست، نه انتقامی هست. در حج چی هست؟ لبخند هست. هر کی اومد حتی تنه بس زد چیکار میکنی؟ یه لبخند بهش میدی، اونم لبخند میده. ببخشید اشتباه شد، منو از پشت هول میدن دیگه چیکار کنم؟ لبخند و لبخند هست، شادی هست، رحمت هست، عطوفت هست، درک کردن واقعیت هاست. این فضاییه که ابراهیم میسازه، ابراهیم بتشکن. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همچنان در مدرسه حج ما درس های فراوانی در حج هست که ان شاءالله باید به همراه شما این درس ها رو تکرار کنیم، این درس ها رو مرور بکنیم و این درس ها رو یاد بگیریم تا در زندگی خودمون بتونیم ان شاءالله اینها رو جاری کنیم و به مرحله عمل بیاریم. برمیگردیم همراه شما عزیزان خواهیم بود همچنان با ادامه موضوع. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ملبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك با عرض سلام مجدد خدمت همه شما دوستداران حرمین شریفین از الله متعال آرزومندانه و رجامندانه و با عذر و التماس تقاضا میکنیم که برای همه اون عزیزانی که دلشون میتپه برای حرمین شریفین و تا به حال زیارت حرمین شریفین نصیبشون نشده، الله متعال نصیب اون عزیزان بگرداند، نه یک بار بلکه بارها و بارها زیارت حرمین شریفین رو. واقعا حرمین شریفین زیارتش یک سعادت است و یک افتخار و شرف است و یک اینکه سفر عمر نامیده میشه. این سفر واقعا این انتخاب و این لقب همینطور بدون در نظر گرفتن ارزش و مکانت این مکان و این جایگاه مقدس نبوده و فقط باید تجربه کرد. این احساس رو باید تجربه کرد، سفر حرمین رو، تا واقعا انسان درک بکنه که چرا بهش گفتن سفر عمر انسان سفر حرمین است. از الله متعال برای همه عزیزان بار دیگر تقاضامندیم که الله متعال همه عزیزانی رو که دلشون میتپه برای حرمین شریفین و چشمشون با دیدن خانه کعبه پر از اشک میشه و دلشون با دیدن مسجد نبوی شریف میتپه و
ضربان قلبشون بیشتر میشه، این احساسات ایمانی و این احساسات زیبا رو الله متعال در میدان عمل در کنار کعبه و در مسجد نبوی شریف مرحله عمل بیاره تا واقعا قدر این احساس رو اونجا بیشتر درک بکنن. همراه شما همچنان از درس‌های حج صحبت میکنیم و از مدرسه حج به همراه جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز. و جناب دکتر اشاره کردن به اینکه حج گوشه گوشه حج به ما خاندان ابراهیم علیه السلام رو یادآوری میکنه و به عنوان الگو معرفی میکنه. همون خاندانی که ما همیشه در نمازهامون هم از اونها یاد میکنیم، نه تنها در حج، ما در هر نماز، در هر تشهدی که ما میخونیم در طول روز، هر باری که به سمت کعبه ما رو میکنیم برای نماز، در پایان نماز خودمون قبل از سلام ما نام ابراهیم علیه السلام با خاندانش رو ذکر میکنیم و میگیم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، بر رسول ما صلی الله علیه و سلم و خاندانش درود بفرست آنگونه که بر ابراهیم علیه السلام و خاندانش درود فرستادی، و همچنین طلب برکت میکنیم برای رسول صلی الله علیه و سلم و خاندان مبارکشون آنگونه برکتی که بر ابراهیم علیه السلام و خاندان مبارکش رسید. و ما در کنار کعبه داریم آثار این عزیزان رو که الله متعال اونها رو مقدس قرار داده و از جمله این آثار صفا و مروه است و از جمله این آثار زمزمه و از جمله این آثار مقام ابراهیم و خود بنای تجدید شده کعبه به دست ابراهیم علیه السلام هست. جناب دکتر، از وقتی که صحبت میشه از حج، طبیعتاً چیزهایی که بیشتر جلوه میکنه در حج هر کدومش به نحوی ربط پیدا میکنه با ابراهیم علیه السلام. حالا خود ابراهیم علیه السلام به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک پیامبر بزرگوار و فرمودید اشاره کردید به آیات کلام الله مجید که یک امت هست و خب جزء انبیای اولوالعزم هست و الله متعال میفرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم علیه السلام به درجه رسیده که فقط رسول صلی الله علیه و سلم در این درجه با ایشون هستند و فقط این دو نفر هستند، پدر و فرزند نازنین. و اما وقتی که میایم ما در کنار ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل علیه السلام رو داریم و علی خصوص بانو هاجر در صفا و مروه ما وقتی که الله متعال میفهمد اینها از شعائر الله تعالی هستند، این الصفا و المروه من شعائر الله که مقدس شده اصلا، چه درسی برای ما داره بحث صفا و مروه و این طرفترش بحث زمزم؟ ما الان خاندان ابراهیم علیه السلام که شما اشاره کردید برای ما الگو هستن و حج ما رو باید به اینها ربط بده، مثل اینها باید باشیم. خب ابراهیم علیه السلام رو آشناترین باش. و وقتی که میایم سراغ همسر بزرگوارشون هاجر و سراغ اسماعیل علیه السلام، این دو بزرگوار چگونه میتونیم از اینا الهام بگیریم؟ چگونه اینا میتونیم وانو قدوه قرار بدیم؟ چه درس‌هایی برای ما داره مراسم حج، اون بخش‌هایش که یادآور این دو بزرگوار هاجر و اسماعیل علیه السلام؟ جالب این دعای تشهد که ما میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، بعد میگیم که این محمد و آل محمد رو صلوات بفرست یا الله و درود بفرست و برکت بده مثل اون برکت و درودی که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی. بله. جالب اینجاست که وقتی که ما در زندگی حضرت ابراهیم هم نگاه میکنیم، ابراهیم است و آل ابراهیم کیان؟ همسر ابراهیم و فرزند ابراهیم، همسرانش فرزندانش. بله. حالا ما غیر از اون دایره دیگه ای رو حداقل در قرآن معرفی نشد. بله. پررنگ بودن آل که همون همسران یک پیامبر، یک شخصیت باشند و فرزندانش اونا نیرو میدن، قدرت میدن به اون شخصیت و اون دعوتی که داره. در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش صحابه پررنگ هست. بله. در کنار نقش صحابه نقش مادران مؤمنان کمتر از اون نیست و در خیلی موارد پررنگتر هست. تا جایی که اونا رو به عنوان مادران مؤمنین الله متعال معرفی میکنه. مادران مؤمنان معرفی میشند و دعوت پیامبر رو بعد از پیامبر اینها هستند که جزء بسیار بزرگی از دعوت پیامبر که همون
شخصیت پیامبر باشه، یک مسائل خانوادگی باشه، همه اینا رو مادران پیامبر به ما انتقال میدن. بله. ابو هریره یک صحابی بزرگ هست، شخصیت بزرگی هست. اهمیتش بر چی است؟ بر اینی که برای ما یه مقدار بزرگی از علمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سینه ابو هریره گذاشتن، این رو میاد برای ما منتقل میکنه. کسی که با ابو هریره رقابت داره در این علم و دانش کی هست؟ ام المؤمنین عایشه. ام المؤمنین عایشه صدیقه. پس ما در هر نمازی دعا میکنیم که ای پروردگار ما، پیامبرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندانش، اونایی که دین رو برای ما حفظ کردن و مهره های شاخصش کی هستن؟ مادران مؤمنان هستن. بعد در دعوت ابراهیمی هم میبینیم که مادر عجب نقشی رو داره. مادری که استمرار دعوت ابراهیم رو تربیت میکنه. مادری که هاجر است که دعوت توحید محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو از اونجا بذرش رو میکنه. پایه اصلی رو اونجا میگذارن. ببینید ما در زندگی حضرت ابراهیم هاجر رو داریم. هاجر اون انسان مؤمنی که خودش رو کاملا تسلیم فرامین خداوند متعال کرده. ببینید یک پیرزن با یک بچه نوزاد، شوهر میاد اینا رو میندازه تو کجا؟ تو یک صحرای بی آب و علف. این رو ما تصور کنیم اصلا کار معقولی نیست، هیچ تفسیری نداره. من رو از اونجا ورداشتی آوردی از شامی که اونجا نعمت بود، به صلاح با همه یک زندگی داشتیم. بله. از اون زندگی مرفه و خوب با اون محیط و این انسانها و بشریت و نعمتها من ورداشتی آوردی تو این صحرای برهوت که نه اینجا انسانی هست، نه آب و علفی هست، نه هیچ اثری از زندگی. وقتی که آب نیست دیگه آبادانی هم نیست دیگه. طبیعتا وقتی که آب باشه نه گیاهی هست، نه علفی هست، نه درختی هست، نه آبادانی هست. هیچ اثری از زندگی نیست. من اینجا گذاشتی که میخوای کجا بری؟ خب میذاره میره. هاجر چی میگه؟ هاجر مؤمن. ایمان اینجا ایمان است که حرف میزنه که این کاری که شما میکنی الله امرک بهذا، این کار بنا به دستور خداوند متعال هست یا از پیش خودت داری این کار میکنی؟ اگر از پیش خودت این کارو داری میکنی، این کار درستی نیست. کجا ما رو اینجا میذاری؟ واسه کی؟ شاید حیوانات درنده‌ای باشن، شبش رو چه کار کنیم، روزش رو چه کار کنیم؟ حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره میکنن بله، ایمان باز سخن میگه فلن یضیعنا الله، اگر اینطوره که این امر الهی است پس ابراهیم برو، هیچ نگران نباش، هیچ پشت سرت هم نگاه نکن که خداوند هرگز ما رو ضایع نمیکنه. این یک زن صحبت میکنه الان، یک مادر و یک ایمان. حالا ببینید این مادر مؤمن چه کار میکنه؟ پدر نیست، این مادره که برای فرزندش نوزادش هم پدره هم مادر. همین زندگی فرزند الان مادره دیگه، هیچ کسی نیست براش. الان کیه که اسماعیل رو تربیت کرد؟ ابراهیم علیه السلام که رفت شام. ابراهیم همش در سفر بود، هر چند وقتی یه سری میزد. الان بیشتر ابراهیم اصلا وجود نداره. بله. در زندگی اسماعیل این هاجر است که اسماعیل رو میسازه. چون اون طرف که ابراهیم علیه السلام ساره رو هم داره، باز بعدن اسحاق هم به دنیا میاد. به هر حال اونها رو اصل مرکز اصلی ابراهیم علیه السلام و زندگی اصلیش در شامه. در شام هست؟ در فلسطین. خب الان اینجا هاجر هست و این طبیعت زندگی عموما به این صورت هست که تربیت فرزند دست مادر هست، پدر بیشتر بیرون هست. حالا ببینید که تربیت هاجر چی میسازه. هاجر اون ایمانی که همراه با شیر سینه‌اش به خورد اسماعیل میداد، ببینید این ایمان منتقل شد به چی؟ به این فرزند الان شده نوجوان
برای خود شخصیتی داره، میخواد که مطرح بشه، طبیعت هر نوجوانی. بله. پدر میاد، پدری که زیاد در زندگی پررنگ نیست، میاد و میگه که پسرم من در خواب دیدم که تو رو باید سر ببرم. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حالا تصور کنیم یک پسر بسیار نوجوان غیر اسماعیل می بود چی کار میکرد؟ او برو بابا تو تا الان نبودی اصلا چند سال پیدا نیست آنم گمده میخواد سر منو ببره. این داد میزد مادر طبیعیه دیگه، ببینین طبیعیه. پیرمرد چیکار میخواد بکنه. اما نه، این فرزندی کیه؟ فرزند هاجره. این فرزند میگه که پدر جان یا ابت فعل ما تؤمر، پدر جان هرچی که شما امر شدید امر رو باید اجرا کنی و اما من ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. سر بریدن منو ذبح کنی کار آسونی نیست، اما من بیاری خداوند انشاءالله صبر میکنم. من با نیروی الهی، با توکل بر خداوند گردنم رو میذارم زیر چاقوت. و حتی اول انشاءالله رو میگه، بعد از خودش سوال میگه اگر خدا بخواد و این توفیق رو به من بده من صبر میکنم. یعنی حتی این صبر رو هم نسبت میده به الله تعالی این صفت رو. این یک نوجوان هنوز، یعنی به سنی هم اونقدر ازش نگذشته دیگه. کدوم انسانه که بدون به اصطلاح قدرت الهی و بدون رحمت الهی بتونه این صبر کنه؟ امکان نداره انسان بذاره سرش رو ببرنش مگر اینی که خداوند این قدرت رو بهش بده. این درک و فهم در سن و سال اسماعیل علیه السلام که در ابتدای نوجوانی است، این رو از کجا پیدا میکنه؟ چطور تربیت میکنه این رو هاجر؟ یعنی چه صفاتی رو شما در وجود هاجر علیه السلام میبینید که الان مثلا یک مادری بخواد مثل هاجر باشه، اسماعیلی تربیت بکنه، چیکار باید بکنه؟ چه صفاتی رو از هاجر باید یاد بگیره؟ هاجر اول هر مادری باید خودش هاجر بشه تا بتونه اسماعیل بسازه. هاجری که این همه توکل بر خداوند متعال داره که ما رو از هیچی نمیترسه. وقتی میدونه که خدا رو ما داریم دیگه چه غم داریم. وقتی که ای ابراهیم تو ما رو به امر خداوند اینجا رها میکنی، امر خداوند اینی که من مادر بدونم که امر خداوند بالاش هیچی نیست و اگر خداوند ما رو امر کرده یعنی اینی که خیر ما در اینه. خیر ما در امر الهی در چیه؟ در اینی که غیر از خدا رو اصلا پشیزی نبینیم. ابراهیم در مقابلش کی بود؟ هاجر این رو با چشای خودش میدید. در زندگی ابراهیم همه اینها رو لمس کرده بود. هاجر هم ساخته ابراهیم هست. تربیت ابراهیم در مکتب ابراهیم تربیت شده. اون ابراهیمی که اون نمرود به اون بزرگی و عظمت و نمیدونم کاخ و آتش و همه در چشم ابراهیم پشیزی نبود. چرا؟ چون که این ابراهیم خدا رو داره. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این ابراهیم همونه که در روایات میاد وقتی که حضرت ابراهیم رو به آتش مینداختن فرشتگان می اومدن که ای ابراهیم چه کاری از دست ما برمیاد، چه خدمتی باشه. گفته اما به شما من نیازی ندارم، من خدا رو دارم، چه نیاز به جبریل دارم. الله تعالی که خودش از حال من خبر داره. وقتی که خداوند از حال من خبر داره، خداوند میدونه که من چه کار دارم میکنم، کجا دارم میافتم، دیگه من این ایمان آتیش و گلستان میکنه. ایمان هاجر این صحرای برهوت رو میکنه مکه مکرمه، مقدس ترین مکان روی زمین. ایمان هاجر از این خاک خشک زمزم میاره بیرون که تا روز قیامت میلیون ها انسان روزانه از اون دارن آب می نوشن. 3 میلیون لیوان روزانه فقط در مسجدالحرام استفاده میشه. از لیوانه پلاستیکی گفتن روزی 3 میلیون فقط در مسجدالحرام مردم برای نوشیدن آب زمزم استفاده میکنن. یعنی سوای مسجد النبی در حرم نبوی 1 میلیون لیتر روزانه فقط میلیون ها می نوشن. لیتر، هزاران ساله.
حالا اونایی که با خودشون میبرن، اونایی که به اصطلاح منتقل میشه به مدینه منوره، اونایی که به مساجد دیگه میبرن، حاجی‌ها با خودشون میبرن، کلا یک چیز معجزه است. زمزم هیچ تفسیری نداره مگر اینی که بگی آقا این زمزم معجزه ایمان هاجر هست. اونم چاهی در مکه مکرمه که چند هزار سال عمر داره و همه چاهای مکه اطرافش خوش شدن، این یکی مونده. همیشه هر چای عمری داره مگر زمزم. خب این کی هست؟ هاجری هست که در مکتب ابراهیم تربیت شد. اون مکتب خودم ابراهیم، مکتب ابراهیم رو ببینیم. ابراهیم کیه؟ ابراهیم اون پیامبری هست که خداوند متعال اون رو گذاشت در مقابل نمرود. در اون امتحان سخت ابراهیم اومد پیروز بیرون. پوزه نمرود رو به خاک مالید. پوزه نمرود هم به خاک مالید. ابراهیم اونی است که به امر خداوند برو بچه و همسرت رو بنداز تو صحرای برهوت. چشم. ابراهیمی که این همه امتحانات رو سپری کرده، پیامبر اولوالعزم هست. خداوند میگه که ان ابراهیم کان امه. وقتی میاد بچهش رو قربانی کنه شیطان دست بردارش نیست. هی میاد ابراهیم چیت شده، به سرت زده، تو چی؟ این خوابی هست، کابوس دیدی. هی دنبالش میکنه که ابراهیم رو منصرف کنه از قربانی کردن فرزندش. هی دنبال میکنه تا اسماعیل رو بگه که اسماعیل چیکار داری میکنی؟ پیرمرد چی به سرش زده؟ سرش به سنگ خورده، چی میشه؟ حرفش رو نگیر، میکشدت. همه اینها سنگی که میاد میخوره تو دهن شیطان و میشه جمرات امروزی و میشه تا روز قیامت ما میزنیم تو دهن شیطان. همون جایی که ابراهیم زده به همون صورتی که ابراهیم زده ما میزنیم. خب یعنی چی؟ یعنی ای مؤمن، تو در مکتب ابراهیم باید از ابراهیم درس بگیری که هرگز شیطان از تو دستبردار نیست و ناامید هم نمیشه. یعنی حتی اگر انسان به درجه از ایمان برسه مانند ابراهیم علیه السلام نمیتونه خود رو در امان بدونه از فتنه و وسواس و حیله شیطان. در روایات آوردن که حضرت امام احمد ابن حنبل در شدت بیماری بود، مردم ترسیدن که وفات کنه و می اومدن بهش می گفتن که امام بگو لا اله الا الله. در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که لقنوا موتاکم لا اله الا الله. در آخرین لحظات مؤمن رو کلمه توحید رو بر زبانش جاری بسازید و هر کسی که با کلمه لا اله الا الله از دنیا رفت ان شاءالله جاش بهشته. و میگن که حضرت میفرمودن نه، میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نه. بعد که به هوش آمدن گفتن که امام چی شد؟ چی شد؟ ما به شما میگفتیم لا اله الا الله بگو، شما من بیهوش بودم، من متوجه شما نبودم، اما شیطان رو میدیدم که به من میگفت که خوش به حالت، منو شکست دادی، حالا دیگه رفتی بهشت. من میگفتم نه، هنوز نه، این جنگ ما هنوز تمام نشده. اینی که انسان هیچ وقت به خودش مغرور نباشه، در هر حالتی، هر چقدر به ایمان مطمئن بودی و به خودت، به کارت، به دعوتت، باز هم بدون که از گزند شیطان در امان نیستی. اگر شیطان ابراهیم علیه السلام رو رها نکرد، اون وقت من و تو کی باشیم در مقابل این شیطان لعنتی که بتونیم به صلاح مغرور باشیم و سلاحمون رو کنار بذاریم. در هر حالت، در هر درجه ایمانی که باشی، باید سنگ تو دستت باشه که اگه شیطان جلوی راهت اومد بزنی تو دهنش. حتی اگر از حج برگرده و حج تمام گناهان گذشتهش رو بخشیده باشه، دیگه الان مغرور نشه که من دیگه رفتم حج، مکه رفتم، زیارت کردم، گناهام بخشیده شد، الان دیگه من شدم حاجی صاحب، دیگه من بهشت من که ضمانت شد، دیگه راحت بشینم گوشه خونه، دیگه شیطان با من کاری نداره. برعکس، حج ابتدایی کار است. در حج ما رفتیم اونجا عهد و پیمان بستیم که چون ابراهیم بشیم. اولین کاری که میکنیم بعد از حج، زندگی ابراهیم رو در زندگی خودمون میذاریم.
خداوند متعال به ما امر کرد قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم، برای شما الگوی نیکو قرار دادیم در ابراهیم. اومدی حج، حالا این دعوت برای کسی نیست که رفته فقط حج. کسی که رفته حج حاجیست، کسی که نرفته حج و شوق حج داره عاجیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند یه حدیثی از عجیب هست. این حدیث رو علما میگن اگر اسلام رو ما بیاریم 4 تیکش کنیم، یه تیکه این حدیثه، یه چهارم اسلام حدیث اول صحیح بخاری است، انما الاعمال بالنیات، که مدار قبولیت عمل شما بر مبنای نیت شماست. نیت شما بر عمل کاری باشه، من میخوام یه کاری بکنم، توانش رو ندارم اما شوقش رو دارم، عشقش رو دارم، اگر میداشتم حتما میکردم. خداوند متعال همون در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای من اجری مینویسه. اجر نیت، کار نکردم اما نیت کردم، اخلاص داشتم، شوق داشتم. برعکس بیشتر از اینم ببینید، صحابه از مدینه منوره بیرون میشن، میرن به تبوک، 800 کیلومتر راه رو میرن در گرمای بالای 50 درجه، پای پیاده کوه و دشت و دمن و صحرا و همه اینا رو طی میکنن، میرن سفری که 1 ماه طول میکشه، برمیگردن 1 ماه برگشتش طول میکشه. این سفر رو برمیگردن، در مسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این مؤمنانی که لاغر شدن، اذیت شدن، نصف پیاشون آب شده، سیاه شدن تو این گرمی، به این مؤمنانی که کلشون ایمان هست، یک ماهی این کلا این مسیرهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسیر دانشگاه سیار بود، همش در رکاب پیامبر بودن، درس گرفتن، آموختن، جهاد کردن، اومدن. اینا بهشون میگه که شما هیچ کوهی رو بالا نرفتید، تو دره‌ای پایین نیومدید، مگر این که در اجر و پاداش با شما افرادی که تو مدینه هستند با شما شریک بودن. این افراد کی افرادی بودن؟ اونایی که شوق داشتن که همراه باشن، اما یه مانعی بود، حبسهم العذر، عذر داشتن، اومدن پیش رسول خدا که ما میخوایم ما رو با خودت ببر، اما پیامبر میدید که نه آذوقه‌ای دارم، نه مرکبی دارم که شما رو بگیرم، نه سلاح و مهماتی دارم که شما رو بگیرم، شما رو کجا ببرم؟ برمیگشتن و عیونهم تفیض من الدمع اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. اونا جناب دکتر اونا برگشتن و حالا این اشک‌های اینها رو فقط الله متعال به ما توصیف میکنه، صحابه هم ندیدن، پیامبرم اونا که برگشتن تولوا و اعینهم تفیض من الدم. این اخلاص انقدر کار کرد که این اشک‌هایی که از چشمای اینا میریخت رو الله متعال برای پیامبرش به توصیف کرد و به تصویر کشید که اینایی که از پیشت رفتن اینا اشک ریختن، اشکای اینا رو من دیدم. اشکهای اینا رو الله متعال تو قرآن ذکر کرد، انقدر براش عزیز بود و همین شد که در اجر و پاداش هم شریک شدن. و این تصویر رو که خداوند متعال برای ما فیلمش رو گذاشت تو قرآن، تا روز قیامت ما داریم میخونیم، تلاوتش میکنیم، فقط با نگاه کردن از این تصویر ما اجر میگیریم. چون این خیلی ها در زندگی ما هم خیلی وقتا این تکرار میشه، مثل الان ایام حج که خیلی ها دقیقاً همین حکایت رو دارن که و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. این رو الان شما در خونه، شهر، روستا، کوچه ایران این رو دارید میبینید. افرادی که سالهاست عشق خانه خدا اونا رو باعث شده که برن مقدار زیادی از هزینه زندگیشون رو، از لقمه هایی که میتونستن تو دهن فرزنداشون بذارن، اینا رو گرفتن، جمع کردن، بردن، دادن به بانک، اونجا گذاشتن که ما میخوایم در قرعه کشی حج شریک بشیم. همه از
سال گذشته تا امسال منتظر بودن که ای شاید اسم من در بیاد، خانواده ها منتظر بودن انشالله که اسم بابام در بیاد، اسم برادر بزرگم در بیاد، اسم فلانی در بیاد. همه دعا بود، همه زبان ها زمزمه این امید بود. یهو نمرود میاد میگه نه، من نمیذارم که شما ابراهیم وار بشید، من نمیذارم شما در راه ابراهیم گام بزنید. اینا چی میگن؟ بر میگردن و اعینهم تفیض من الدم، چشاشون پر اشکه، حسرت میخورن، ای کاش ما میرفتیم. الان هر حاجی که میاد اینجا، از آفریقا میاد، از نمیدونم کدوم کشور دور و دراز میاد، همه میان اینجا، در کنارشون در اجرشون کی شریکه؟ این حاجی های ایرانی که الان دارن ما را تماشا میکنن و اشک بر گونه هاشون جاری است و خداوند متعال این اشک رو میبینه. و هر حاجی که هر جای دنیا درش میتپه برای مسجد الحرام، به هر دلیلی فرصت نمیکنه و نمیتونه که در مراسم حج شرکت بکنه. و جالبتر اینجا کل حاجیایی که میان حج امسال همه میدونن که ایرانی در حج نیست. همه حاجیایی که میان امسال، همه دنیا میدونه که حکومت ایران حاجیان ایرانی رو از رفتن به حج منع کرده. همه میدونن که نمرود نگذاشته برادرای دیگه شون که میخواستند ابراهیم وار در کنار اینا باشن نیستن. حالا تصور کن که چطور واسه شون دعا میکنن، چقدر دلها برای اونا میسوزه، چقدر در دلهای دیگه براشون دلسوزی میشه. اینا چه هست؟ من میگم که شاید حاجیای ایرانی امسال از همه حاجیای دنیا بیشتر اجر ببرن. انشالله که الله متعال همه این احساسات ایمانی رو در میزان عدل خودش به حساب همه عزیزانی که دلشون میتپید برای حج بیت الله الحرام و عده‌ای به خاطر سیاست‌های استکباری خودشون و به خاطر سیاست‌های ددمنشانه‌ای که دارن در منطقه نخواستن اجازه بدن تا عده‌ای این عزیزان به سفر حرمین مشرف بشن و عده دیگری که در خارج از ایران، هر عزیزی که در هر گوشه از دنیا حالا منتظر صف قرعه بود یا که قرعه هم اگر نبود دست و بالش بسته بود و یا هر دلیلی که نتونست بیاد به مسجد الحرام و به زیارت حرمین شریفین و نتونسته که در حج امسال خودش رو برسونه و شرکت بکنه، امیدواریم که الله متعال همه این عزیزان رو و همه این بزرگواران رو که الله متعال خودش شاهد بر احساسات پاک اونها و بر اشک‌هایی که بر گونه‌های اونها در خلوت اونها جاری میشه وقتی که این تصاویر مسجد الحرام رو میبینن و مشاعر مقدسه رو، امیدواریم که الله متعال این عزیزان رو و ما و شما و همه امت اسلامی رو از این اجر بی‌نصیب نگردانه، چون ما بیشتر از همه به این اجرش نیاز داریم و بیشتر از همه این پاداششه که برامون میمونه و بشارت رسول صلی الله علیه و سلم که جز وحی الهی سخن نمیگفتن. مبارک همه عزیزانی باد که واقعا خالصانه با قلب‌های پر از درد و پر از شوق و پر از حسرت و با چشمانی اشکبار این روزها مراسم حج رو دارن پیگیری میکنن و دستهاشون بلنده تا الله متعال هم نصیبشون بکنه و ان شاء الله حتما الله متعال این دستها و این دعاها و این اشکها و این آهها رو بی نصیب نخواهد گذاشت و سرانجام ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید و اجر و پاداش نصیب خواهد شد و ان شاء الله امیدواریم که نصیب همه عزیزان بشه زیارت بیت الله الحرام و حرمین شریفین در فرصت‌های پیش رو و در سال‌های آینده. میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بررسی موضوع مدرسه حج. همراه ما باشید. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني
حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإني أرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي جزت بحرا وفلا لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفات. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإني أرتجي غفران. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. با عرض سلام مجدد به همه شما مشتاقان بیت الله الحرام، به همه شما عزیزانی که روزانه چندین بار به سوی کعبه مشرفه، به سوی قبله امت اسلامی، به سوی قلب تپنده جهان اسلام، بلکه قلب کره زمین رو می کنید تا همراه با تمام برادران و خواهران مسلمانتون شریک بشید در حلقه‌ای که به دور کعبه مشرفه از خود کعبه تا اقصا نقاط عالم برای عبادت الله متعال تشکیل میشه، تا همراه بشید با فرشتگانی که در آسمان بیت المعمور رو زیارت میکنند، آن خانه‌ای که در آسمان ها برای عبادت فرشتگان بنا شد و قرار داده شد و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر آن خانه سقوط بکنه بر زمین، بر سقف کعبه شما فرود خواهد آمد. کعبه‌ای در زمین و کعبه‌ای در آسمان دل مشتاقان عبادت الله رو برای عبادت الله متعال، الله واحد احد فرا می‌خواند. کعبه منزلگاه دلهاست، کعبه محو الافئده به تعبیر قرآن کریم و به دعای ابراهیم علیه السلام پناهگاه دلهاست. کعبه اون مکانی است که فقط باید لذت تماشای او رو انسان تجربه بکنه. کعبه‌ای که گرچه پرده سیاه و سنگ‌های سیاهی داره اما خورشید
منور و نورانی در برابر جمالش شرمنده است و خجالت میکشه. هر روز که طلوع میکنه و وقتی که به کعبه میرسه از دل خورشید الله متعال بهتر خبر داره که چگونه روش میشه تا نورش رو به کعبه بتاباند، اون خورشیدی که باید نورش رو از کعبه بگیره که بیت الله حرام است. همچنان با شما عزیزان هستیم در برنامه رکن پنجم و مدرسه حج. شما عزیزان شماره تلفن ها رو هم زیرنویس خواهند کرد تا عزیزانی که دوست دارند ما با اونها شریک باشیم در احساسات ایمانیشون، در اون شوق و علاقه‌ای که به مسجد الحرام و کعبه دارن میتونن تماس بگیرن. عزیزان میتونید با شماره هایی که عزیزان زیرنویس میکنن تماس بگیرید و از احساساتتون نسبت به مسجد الحرام بگید، از احساستون نسبت به کعبه بگید، از احساستون در این روزها نسبت به حج بگید، نسبت به حرمین و نسبت به آنچه که در فضای حج و در فضای مقدس مکه مکرمه احساس کردید، تجربه کردید و یا احساس میکنید اگر مشرف بشید به بیت الله الحرام این احساس به شما دست خواهد داد. جناب دکتر از مدرسه حج بگید برامون بازم. شما از احساسات گفتید، منو با خودتون بردید به تاریخ. این احساسات جوشانی که الان در قلب انسان‌هایی است که از رفتن به خانه خدا منع شدن، منو بیاد اون روز میندازه که تصور کنید صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه رانده شدن، هجرت کردن، سالیان هست که نتونستن به مکه مکرمه برگردن. عشق دارن، عشقی که هر مؤمنی داره. سیمای این عشق رو ما حداقل روزانه 5 بار هر مؤمنی به تماشا میذاره. 5 بار مستقیم به طرف کعبه الله اکبر سجده و در تصورش هست که در جلوی خانه خدا سجده میکنه. این عشق رو ببین. بعد همین مؤمن رفته زحمت کشیده، آمادگی گرفته که من میرم حج. بعد میاد مشرک اون رو از رفتن به حج باز میداره. همه چشمه ها بی اینه که قرعه کشی که میشه که ما بریم فرودگاه. چی است؟ صاحب فرودگاه این شرک زمانه میاد جلوی اونا رو میگیره. صحابه همچنین تصویری داشتن و حرکت کردن، اومدن تا فرودگاه، اومدن به حدیبیه هم رسیدن. به این عشق و علاقه که ما میریم. حدیبیه اون روز در واقع صندوق قرعه کشی امروز بود. اومدن تا صندوق رسیدن، نوبت هست ببینیم میتونیم بریم یا نه. یا کسایی که به صلاح اعلام شده بود که امسال شاید برن. خب اومدن و مشرک شرک اونا رو برگردون. حالا ببین چه امتحان و آزمایش بزرگی بود. واقعا یک امتحان بزرگ بود. سخت بود. سخت. اونم بعد از حدود 8 سال دوری از مکه. حالا این افرادی که ما اصلا در قرعه کشی شریک میشن، اینا افرادی هستن که 10 سال 8 سال اینا منتظرن، 15 سال منتظرن تو صف. خب الان ببین این صحابه نزد خداوند چه ارزشی دارن؟ این صحابه همون صحابه هستن در همین صندوق قرعه کشی حدیبیه به اونها گفته شد رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا پس پیش خداوند خیلی عزیزن. درسته. این آزمایش سخت برای عزیزان خداست. اشد الناس ابتلاء الانبیا. سخت‌ترین آزمایش های الهی بر سر کی؟ انبیاء الهی، پیامبران. بعد از اون بر سر کی؟ الامثل فالامثل. هر کسی که در ایمانش به پیامبران شبیه تر باشه یبتلی الرجل علی حسب دینه، ایمانش سخت تره. هر کسی که ایمانش قوی تر باشه، دینش پخته تر باشه، آزمایشش سخت تره. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشتر است. خب اینه که ما میگیم که اون عزیزانی که این فرصت براشون مهیا نشد، شرک اومد نخواست که اونها توحید رو لبیک بگن، نمرود اومد نخواست که اونها ابراهیم وار گام بزنن، اون نگران نباشن.
بدونن که این آزمایش الهی است و انشالله اجرشون رو هم میگیرن و پیش خداشون هم عزیزن. مهم اینه که بدونند ابراهیم شدن فقط در حج نیست. همونجا ابراهیم قبل از این که بیاد حج وصف قرآنی است که ان ابراهیم کان امه. خب از همونجا شما میتونید ابراهیم باشید و شما میتونید با نمرودها در بیفتید. حالا این نمرودها کیان؟ ما یه نمرود درون داریم. جناب دکتر ببخشید قبل از اینکه به نمرود درون برسیم چون وقتی برای بینندگانم داده باشیم، اولین تماس برنامه امروز رو با هم بگیریم. سلام علیکم، برنامه رکن پنجم بفرمایید بینندگان. بینندگان سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون معرفی میکنید؟ تلویزیون وصال حق. تلویزیون وصال حق، برنامه رکن پنجم، صدای شما در استودیو در حال پخش است. خودتون رو معرفی کنید برادرم. ما از خودتون یک سوال داشتیم. اگر در موضوع حج باشه و درباره موضوع برنامه ما ممنون میشیم. اگر موضوع دیگری است به برنامه فتوا در روزهای دوشنبه مراجعه کنید. نه درباره موضوع بفرمایید. جاوید جان صدا رو در استودیو مقدار تقویت کنید، صدای این برادرمون رو کم ضعیف داریم. بفرمایید موضوع سوالتون رو مطرح کنید برادر. سوال همین بود که میگن که حضرت ابراهیم بله از چشم نمرود میرود مسئله همین چند تاثیر که راشم رسمی خوفن من یک بار دیگه اگر تکرار بفرمایید با وضوح بیشتر. حضرت ابراهیم فرمودید و نمرود، بقیه سوالتون رو متوجه نشدم. حضرت ابراهیم وقت همین چند تاثیر بیننده گرامی صداتون پیش ما ضعیف هست، متاسفانه متوجه سوالتون نشدیم. شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید. جاوید جان اگه ایشون تماس گرفتن دوباره بحث کنید ان شاءالله که تماس بهتر باشه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه رکن پنجم بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما بیننده عزیز، با تلفن صحبت کنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام بر شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه رکن پنجم بفرمایید. سلام علیکم، بیننده گرامی شما رو خط هستید، صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهرم لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. بفرمایید. باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم استاد السلام. بزرگوار و به همه شنوندگان بزرگوار شبکه وصال حق. البته محبت زیارت خانه خدا به هم قلب‌های ما در همه قلب‌های ما می‌تابد و امید داریم که الله مهربان نصیب گرداند به همه یکی ما به همه امت اسلامی. و از استاد خواهش داشتم که برای سنتی درباره روزه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میگفتن کمی معلومات میدادن. دیگر سوالی نداشتم. استاد درباره روزه رسول صلی الله علیه و سلم فرمودید؟ روزه عرفه رو. چشم. ان شاء الله درباره این صحبت کنیم. و برایمان دعا کنید و بهمون که گردن قبای مهربان. آمین. آمین. الله متعال ان شاء الله نصیب شما و همه بینندگان عزیز بگردان از زیارت بیت الله الحرام. متشکرم از تماشای شما خواهر. متشکرم از تماشای شما، تشکر میکنم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه رکن پنجم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ متشکرم، سلامت باشید. اسمتون؟ به اتاق چیز؟ شما الان در اتاق، صدای شما در استودیو در حال پخش است. بفرمایید، شما رو آنتن هستید. خودتون رو معرفی میکنید؟ من اسماعیل حقیقی هستم از شهرستان ارومیه. برادر عزیزمون اسماعیل جان، بفرمایید نظر شما درباره
مسجد الحرام و احساسات ایمانی مسلمان ها در این روزها چیست؟ شما چه احساسی دارید نسبت به مسجد الحرام، نسبت به کعبه و نسبت به قبله مسلمین؟ جای خوبیه. بفرمایید. متاسفانه تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. علیکم. سلام بر شما. خودتون معرفی میکنید؟ مریم از افغانستان، ولایت کسرا. مریم خانم از افغانستان، خوش آمدید. بفرمایید در موضوع برنامه و درباره احساساتتون نسبت به مسجد الحرام، مکه مکرمه و حج اگر گفتنی دارید در خدمتتون هستیم. ممنون. سلام خاص خدمت جناب دکتر مرای عزیز. خیلی احساس خوبی داریم. خداوند همه مسلمانان جهان را در بیت الله الحرام مشرف کنند. شما آیا مشرف شدید تا به حال به مکه مکرمه خواهرم؟ همه مسلمانان در مکه مکرمه مشرف شدید. انشاءالله. شما تا رو مشرف نشدید مکه مکرمه؟ من خیلی شاید امسال مادر عزیزم عمره بیاید این دو تا حال ما مشرف نشدیم. انشاءالله. مشرف شده تا حال ما مشرف نشدیم. انشاءالله. من یک سوال میخوام از شما بپرسم. احساس میکنید اولین باری که کعبه معظمه رو از نزدیک با چشم سر ببینید چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ خیلی احساس خوبیه. همونجا سجده شکر بجا میارم عزیز. انشاءالله که این سجده شکر رو در کنار در کعبه مشرفه در مطاف انشاءالله الله متعال نصیب شما و همه دوستداران کعبه معظمه بگرداند که انشاءالله به این آرزو دست پیدا کنید. آمین. استاد ازت خواهش میکنم که برای من دعا کنم مکه مکرمه مشرف شم. برای شما و همه دوستداران کعبه معظمه دعا میکنیم که الله متعال نصیب همه عزیزانی که دوست دارن به زیارت کعبه برن این سفر مقدس رو الله متعال نصیب بکنه. من واقعا ممنونم از برنامه‌های زیبایتون که واقعا حج را در خانه‌های ما وجود داشت. خیلی متشکرم. جزاک الله خیر. الله متعال شما رو حفظ بکنه. تشکر از تماس شما. ممنونم. تشکر میکنیم از مریم خانم از افغانستان. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه رکن پنجم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ عزت الله هستم از تاجیکستان. عزت الله جان از تاجیکستان در خدمت شما هستیم برادر عزیزم. اگر گفتنی درباره احساستون نسبت به مسجد الحرام، مکه مکرمه، کعبه مشرفه و مشاعر مقدسه دارید میشنویم. انشاءالله که ما همیشه احساس میکنیم که همه خانه خدا رو رفته زیارت کنیم. شما تا حال سببای کمبودی بله یک سوال دارم. بفرمایید. وقتی که ما اولین بار نیت به خانه خدا رفتن میکنیم باید ما چی نیت کنیم برای رفتن که ما چی آمادگی اجتماعی را میخواستیم فهمیم که بله مثلا وقتی که ما میریم باید با چی نیت بریم چه خیل بریم چه خیل خدارای خدا چشم انشاءالله. شما هنوز مشرف نشدید به مکه مکرمه؟ نه انشاءالله ما میشیم انشاءالله بیا به زودی انشاءالله در اولین فرصت الله متعال نصیب شما همه دوستداران مکه معظمه بگرداند سفر حرمین شریفین. تشکر از تماس شما برادر عزیزم. تشکر میکنم از شما. متشکرم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه رکن پنجم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ متشکرم. طاعت عبادات شما هم قبول. اسمتون؟ خواهش کنم. فاروق از موردی هستم از ایران. فاروق جان درباره احساستون نسبت به مسجد الحرام، مکه مکرمه و مشاعر مقدسه میشنویم اگر گفتنی دارید برادر. احساس اینه که تشنه رفتن به زیارت بیت الله الحرام هستیم. در مسابقه حفظ قرآن در ماه رمضان شرکت کردم. اسم منتخب برنده امام شده. الان بقیه مقدماتش نمیدونم چجوریه. خیر چشم. من انشاءالله این رو به دوستان ابلاغ میکنم که چون سفرهای عمره تا اول محرم هنوز تعطیل هست. بعد از حج انشاءالله من آرزو دارم که انشاءالله شما در کنار کعبه مشرفه انشاءالله حتما برادرانتون رو در وسالق فراموش نکنید. انشاءالله الله متعال حفظتون میکنه. متشکرم از فاروق جان. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه رکن پنجم بفرمایید.
سلام علیکم بیننده گرامی. شبکه جانب صالحق برنامه رکن پنجم، صدای شما در حال پخش در استودیو است. لطف کنید صدای ما را از تلفن بشنوید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. بیننده گرامی صدای منو دارید؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. به همین قدر بسنده میکنیم چون وقت ما داره به پایان میرسه. جناب دکتر درباره احساس بینندگان شنیدیم و بیشتر حالا سوالی که عزت الله جان داشتن از تاجیکستان درباره اینکه وقتی که یک نفری حالا میخواد بره به حرمین شریفین و این افتخار نصیبش میشه چه نیتی داشته باشه، چه آمادگی های، حالا بیشتر احساس میکنم منظورشون آمادگی روحی بود تا بحث آمادگی های دیگر، چه احساسی داشته باشه، چه نیتی داشته باشه، چطور خودش آماده بکنه برای رفتن به حرمین شریف. نقطه‌ای که این برادر عزیزمون اشاره کردن بسیار حائز اهمیت هست و متاسفانه در بین حاجیای عزیزی که میان پررنگ نشده هنوز و انشالله که ما بتونیم به این برنامه‌مون این قضیه رو بیشتر روش به اصطلاح انگشت بذاریم و اون اینی که خیلی از عزیزان در فکر اینند که وقتی میریم اونجا نمیدونم جامون چطور میشه و نمیدونم غذامون و رفتنمون و اومدنمون و فلان، این قضایی که اصلا حل شده است. حالا شما اولین که حاجی نیستید که میاد به حج، سالیان سال هست که اینجا حاجی میاند و میرند و این سیستم خود به خود در حال حرکت هست و میره و اونایی که به نظم خودش رو داره، اینایی که الان خادمان حاجیان هستن اینا سالیان سال از زمان حضرت ابراهیم تا به امروز همین مردم بودند و این به اصطلاح خدمت‌ها رو می‌کردند. این به هر حال به اصطلاح تجربه‌ای که اینا دارن کسی دیگه نداره. پس این مسائل این مسائل محلول هست. اون چیزی که باید حاجی عزیز در فکرش این باشه اینه که این فلسفه و حکمت‌ها و درس‌های حج رو بخونه. قبل از این احکام حج بسیار ساده است. احکام حج رو کلا میارن یک برگه بهت میدن، تصویرش هست که آقا چیکار میکنی چیکار نمیکنی، تمام یه ساعت همه چیزو فرا میگیریم. اما مهمتر این که این درس هایی که من از حج میخوام بردارم، من میام حج که ابراهیم برگردم، این تو به اصطلاح ذهن من باشه، تو نیت من باشه، تو روان من باشه، خون ابراهیمی، ندای ابراهیمی در به اصطلاح رگهای من جریان داشته باشه. اینه که یک حاجی عزیز باید این رو از پیش با خودش داشته باشه، از پیش همون نمرود درونش رو قبل از اومدن به اینجا به خاک بزنه. ابراهیم قبل از اینکه به خانه کعبه بیاد نمرود رو زد به زمین. خب نمرود درون من چی است؟ اون هوا و هوسم، اون شهوت هام، اون خودبینیم، اون مکر و حیلم، اون نمیدونم دروغ و درویی، همه این مسائلی که ما متاسفانه شاهدش هستیم در افراد، اینا رو بگیرید سر ببرید، این بت‌ها رو در خودت بشکن. بعد از اون نمرود بیرون، اون طاغوت، اون مجرمی که میاد به اصطلاح چهره حج رو دگرگون میکنه با شایعه، با دروغ، با مکر، با حیله، اون کسی که میاد صفات نمرودی رو میخواد بر من تحمیل کنه، اون کسی که میخواد بت خودش رو بر من تحمیل کنه. توی حاجی قبل از اینکه بیای تبر بگیر، همه این نمرودها رو بزن، همه اینها رو بشکن، چه در داخل خودت چه در بیرون، و ابراهیم وار توکل بر خدا بیا به خانه خدا. وقتی میری اونجا قدم به قدم مسیر ابراهیم رو طی میکنی، بعد برمیگردی پیش خانوادت، پیش جامعت. الان کی هستی؟ الان ابراهیم دعوتگر. خودت رو ساختی، آمادگی پیش زمین رو به وجود آوردی قبل از اینکه بیایی به حج خانه خدا. بعدن که مشرف شدی صاحب دعوت ابراهیم و فرزند ابراهیم علیه السلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت ابراهیم. دعوت پیامبر خدا و حضرت ابراهیم توحید هست. از اینجا که برگشتی دیگه شما میشی یک نسخه، یک فتوکپی از صاحب این رسالت، صاحب این پیام، از کسی که این مکتب رو الان میبره اونجا. خب این مکتبی که از یک فرد واحد شروع شد، یک فرد واحد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش رو در غار حرا ساخت،
اومد در محیط مکه دعوتش رو در بین 360 بت دعوتش رو مطرح کرد. بت‌ها رو به زانونشون، بت‌های انسانی شکسته شدن، بت‌های سنگی شکسته شدن و این دعوت فرد واحد امروز بیش از 1.5 میلیارد فرد همین دعوت رو دارن به اصطلاح میچشن طعمش رو، این دعوت رو میخوان مدیریت کنن و در همین مسیر حرکت کنن. الان شما که اومدید و خداوند متعال این شرف زیارت خانه خودش رو داد، الان شما برگرد و بشو علم بردار این دعوت. انشاءالله که همه آنچه که شما فرمودید رو همه ما بتونیم در کنار حرمین شریفین به همراه بینندگان عزیز تجربه بکنیم. ما در 2 دقیقه اگر خلاصه آنچه که باقی مانده رو برای ما بینندگان مطرح بفرمایید. عنوان سخن آخر. به عنوان سخن آخر اینه که ما عشق خانه خدا رو و حج رو در خودمون بیدار کنیم. ببینید هر انسانی وقتی چیزی رو زیاد یادش میکنه، وقتی چیزی رو عشق داشته باشه زیاد یادش میکنه، چیزی که هم زیاد یادش کنه اونو بهش عشق میورزه. افرادی که با هم نشستن توی مجلسی هی دم میزنند آقا فلان ماشین رو ساختند، فلان ماشین رو دیدی مدل فلانش اومده فلان، اینا عشقشون ماشین هست، اون دیگه عشقش زندگی است، اون دیگه عشقش زمین هست، اینه که من عشقم بشه ذکر خدا، یاد خدا، همیشه در یاد خدا باشم. در کل مناسک حج میگرده، همه احکام حج آخرش میاد خداوند متعال میفرماید فذکر الله، ذکر الله تعالی، ذکر خداوند متعال. و انگام اومدن به حج ذکر خداست، در عرفات ذکر خدا، در مشعر الحرام ذکر خدا، در ایام المعدودات ذکر خدا. همه این تا محبت خداوند در دلها جا بگیره. وقتی که ما خدا رو ذکر کردیم، خدا رو دوست گرفتیم، دوستی دو جانبه میشه. فذکرونی اذکرکم، شما در یاد من باشید، من شما رو در یاد خودم خواهم داشت. این محبت رو اگر ایجاد کردیم، خدا ما رو دوست گرفت و لازمش اینه که قلب ما آکنده محبت الهی باشه. امکان نداره که ما پیش خدا عزیز باشیم مگر اینکه دلمون پر از شوق و محبت خداوند باشه. اگر این به وجود اومد، ما دوست خدا شدیم، اولیاء الله شدیم. اولیاء الله صفتشون چی هست؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه هیچ چیزی هراس خواهند داشت و نه هیچ ترس و واهمه‌ای اونا رو به اصطلاح اذیت خواهد کرد در زندگیشون. انشالله که این احساس زیبا رو الله متعال نصیب ما و همه امت اسلامی بینندگان عزیز بگرداند. چقدر زیباست احساس با الله بودن و احساس اینکه انسان همیشه وجود الله متعال رو در کنار خودش داشته باشه و همیشه دل بده به الله متعال، اون قدرت مطلق، اون زیبایی مطلق، اون علم کامل و مطلق و اون صفاتی که شایسته ذات الله متعال است و خودش بهتر از هر کس دیگری خودش رو وصف کرده. چه زیباست انسان ربانی باشه و الهی باشه و وصف کنه خودش رو به هر آن چیزی که ما رو به الله متعال وصل میکنه، که مهمترین هاش نماز و روزه و زکات و حج به عنوان رکن پنجم دین مبین اسلام است. تشکر میکنم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان گذاشتید. همچنین از همه شما عزیزان مشتاقان بیت الله الحرام، مکه مکرمه و حرمین شریفین تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. این برنامه همچنان در روزهای پیش رو تا پایان مراسم حج روزانه در ساعت 5:30 به وقت مکه مکرمه و ساعت 7 شب تهران و کابل و 7:30 شب تاجیکستان به صورت زنده ادامه خواهد داشت. البته ما در ایام مناسک حج از 8 ذوالحجه ما به صورت ویژه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه رکن پنجم به صورت ساعت‌های بی حساب. ما در روز عرفه شاید بیش از 10-12 ساعت بیاری الله متعال و همچنین روز عید قربان و روزهای بعدش برنامه‌های زنده خواهیم داشت ان شاء الله تا بتونیم به اون قولی که به شما دادیم که امسال حج رو به خانه شما بیاریم و با وصال حق امسال حج رو تجربه بکنید، بتونیم که ان شاء الله این قول رو ما عملی بکنیم و به این قولی که به شما دادیم وفا بکنیم. محتاج دعای خیرتون هستیم و از همه شما عزیزان تقاضای دعا داریم برای خودمون و همه گذشتگان ما و شما که الله متعال اونها رو مورد رحمت، بخشش و مغفرتشون قرار بده. تشکر میکنم از همه عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه و همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله را نگهدار شما. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك